و سلام من خدمت یکایک شما عزیزان خوب برنامه چرا زنی. با پیشرفت تکنولوژی در زمینه‌های مختلف امروز زندگی برای آدم‌ها، انسان‌ها خیلی آسان‌تر از گذشته شده. ارتباطات خیلی به همدیگه نزدیک شده، مخصوصاً در قسمت روابط عمومی. به خاطر دارم زمانی که من اومدم آمریکا در اوایل دهه 60، در اون موقع مثل امروز راحت نبود که شما بتونی تلفنی با خانوادت در ایران یا در هر نقطه دنیا تماس بگیری. نامه می نوشتیم. نامه وقتی که میرفت ایران به دست خانوادهمون میرسید و اونا میخواستن جواب بدن، شاید گاهی اوقات 3-4 ماه طول میکشید. بعد از مدتی، شاید بعد از 2-3 سال شنیدیم که بله میشه با ایران تلفنی صحبت کرد، اما بایستی که به شرکت تلفن در آمریکا زنگ بزنی، وقت بگیری 2 هفته 3 هفته. بعد شرکت تلفن آمریکا به شرکت تلفن ایران خبر میداد که همچی شخصی مثلا در مشهد میخواد با خانوادهش تماس بگیره. اونها در مشهد شرکت تلفن با خانواده من تماس میگرفت، یک روزی رو معین میکرد، میگفت مثلا فلان روز بیان به شرکت تلفن که پسرتون میخواد باهاتون صحبت کنه. بعد از 2-3 هفته شرکت تلفن آمریکا به من خبر میداد که 2 روز دیگه شما آماده بشید که خانوادهتون میخواد با شما تماس بگیره. خانواده من، پدر مادرم، بایستی که میرفتن شرکت تلفن، اونجا میشستن تا تلفن وصل میشه و ما بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. مثل امروز نبود که شما تلفن تو وردی تو ماشینت باشی دیره رانندگی میکنی، 5 ثانیه بعد مثلا بتونی با پدر مادرت، با فامیل در تهران، در مشهد، در هر جای دنیا صحبت کنی. تکنولوژی خیلی زندگی رو راحت تر کرده، ولی در مقابلش یک مقداری هم به روابط انسانها، مخصوصاً به زندگی خصوصی انسان هم لطمه زده. امروز شما خیلی راحت هر اطلاعاتی که بخوای، تقریبا شاید 80% درباره هر شخصی که بخوای میتونی بدونی. میری رو اینترنت، اسم یارو رو مینویسی، اطلاعات رو میگیری. بعد فیسبوک اومد. فیسبوک اوایل خیلی سر صدا کرد، خیلی سر، و اون کسی که فیسبوک رو به وجود آورد، ثروتش آخرین دفعه که من شنیدم در تلویزیون ABC باش مسابقه می‌کرد در حدود 11 میلیارد دلار بود. و این فیسبوک یک هیجان عجیبی توی مخزن جوان‌ها به وجود آورده بود. ولی امروز فیسبوک یک مقداری افت کرده. اون هیجانی که قبلا داشت امروز دیگه نداره، به خاطری که بعد از مدتی مردم متوجه شدن که آقا مثلا شما در یک جایی، در یک مجلسی داری صحبت میکنی، یا با یه عده عکس گرفتی، یا داری میرقصی، یا در حال خوشحالی هستی، یا در اثر یه عکسی گرفته شده که دوست نداری که هر کسی عکس رو ببینه، چون در اثر زندگی خصوصی انسان هاست. عکس رو فوراً یک نفر میذاره رو فیسبوک، میبینید هزاران نفر در سرتاسر دنیا این عکس رو میبینن. دقیقاً مثل مدتی قبل، در اصل شاهزاده هم مثل همه ما انسانه. زندگی سخت داشته، زندگی شاد هم داشته. گاهی اوقات همه ما صبح که از خواب بلند میشیم، به قول تهرانی‌ها تو مود خوبی نیستیم اون روز. هیچ اتفاقی هم نفتاده. از نظر جسمی، از نظر روحی تو مود خوبی نیستیم. یه روز میبینی اصلا خوشحالیم، دلیلش هم نمیدونیم. همه ما هم در زندگی شرایط سخت داشتیم، شرایط خوب هم داشتیم. رفتیم عروسی، رفتیم تو جشن، رفتیم تو عزاداری. شاهزاده مثل که در جشن فارغ التحصیلی فرزندش خانوادگی میرقصیدن، ایشون هم شاد بودن، دست میزدن، با وجودی که همه میدونیم برای این خانواده در طول 35 سال اتفاقات خیلی ناگواری رخ داده. فوراً این
ویدیو رو گذاشتن روی اینترنت. خب یه عده در صورت مخالفیشون هستن، از کاکو میسازن دیگه. او مطالب نوشتن، حرفایی زدن که بله شاهزاده رو ببینید، ملت ما در عذاب، ملت ما در رنج، اعدام داره، میگه ایشون داره میرقصه، مثل که ایشون باید از صبح که بلند میشه به خاطر ملت ایران تا شب فقط گریه کنه، تو سرش بزنه. لابد در آینده توقع داریم که زنجیر قمم بزنن. منم خب اوایل مثل همه شماها یه فیسبوک برای خودم باز کردم. اسم فیسبوک رو من گذاشتم اسپارتاکوس. البته خب دلیلی داره که من چرا یه اسم گذاشتم. الانم شاید دوستایی که من رو فیسبوک دارم شاید تقریبا 15 نفر باشن و کسایی هم گذاشتم که میشناسمشون، ولی با وجود این گاهی اوقات بعضی اینا رو هم حذفشون میکنم. چون مثلا یه عکس رو میذارم روی فیسبوک برای مثلا دوستای نزدیک خودم، خب اونم دوستای دیگه دارن و این عکس میبینی که پخش شد بین 1000 نفر، تا اینکه برادرم و یکی از دخترام به من گفت که بابا، برادرم گفت داداش شما یه مطالب میاد رو فیسبوک به اسم شما نوشته اولد تیوی و بعضی عکس‌ها خیلی عکسای بدی هست. گفتم والا من اصلا خبر ندارم، چون واقعا بگم من درباره کامپیوتر فیسبوک خیلی خیلی کم میدونم. اخبار نگاه میکنم، اگر ایمیل اومده باشم اون رو میتونم نگاه بکنم. تا حالا برای کسی ایمیل شاید 5 فرستادم، اهل ایمیل هم نیستم. تکست مسیج هم تا حالا برای اصلا کسی نفرستادم، چون دوست دارم گاهی اوقات روابط اقلا فیزیکی هم باشه، تلفن بردارم صحبت کنم، چون امروز تکست مسیج روابطی داره دور میکنه از آدم ها. هی تکست مسیج میفرستی، نه صدای طرف رو میشنوی نه او صدای شما رو میشنوه. قبلا خب نامه میومد همدیگر رو میدیدیم، حالا با تکست مسیج. گفتم نه من اصلا وارد نیستم که این مسائل رو روی فیسبوک بذارم. بعد فهمیدم که نه، دخترم گفت آره یک چیزایی میاد به نام عکس نوشته محسن ناریژاد، عکس اسپارتاکوس هم روی اون هست نوشته اولد تیوی و به اسم شماست. گفت وقتی یه عکسای خیلی زشتی میذارم. گفتم نه من اصلا واقعا نمیدونم. برای این بود که باز یک چند تا از دوستای دیگه هم حذف کردم. این مطلب گفتم به خاطری که بعضیا مثل که خب واردن رو کامپیوتر، خیلی کارا میکنن، خیلی میتونن برن توی خیلی مسائل. بنده وارد نیستم. برای اینجا تذکر دارم که اگر دوستانی که از طرف محسن ناریژاد و عکس اسپارتاکوس اولد تیوی، باور کنید من اصلا دست در این کار ندارم، چون نمیتونم انجام بدم. هر کس هست این کارا رو انجام میده به اسم من. زمانی که مهاجرت ما شروع شد و ایرانی‌ها در صورت در آمریکا در کشورهای دیگه جا افتادن، خب در این لس آنجلس شاید اولین رسانه ها توی جامعه اکثریت لس آنجلس وجود اومد. روزنامه اومد، مجله اومد و بعدم تلویزیون. در اول هم 3 تا تلویزیون بود که هممون در صورت میدونیم شجره‌نامه‌اش میدونیم. تلویزیون ایرانیان بود، تلویزیون جامع جمع بود، تلویزیون جنبش بود. از ساعت 11 شروع میشد تا 2 بعد. 2 تا از این تلویزیونا خطشون هیچ وقت عوض نکردن تا زمانی که بستن. کارشون مبارزه کردن بود، اطلاعات دادن بود و مصاحبه کردن با شخصیت مهم. یکی آقای منوچهر بیبیان، یکی آقای علی لیمونادی. آقای علی لیمونادی یک مقداری به نظر من محافظه کارتر بود توی مسائل ایران. یکم جنبش بود. جنبش در اوائل خب دقیقا من که نمیشناختم این رو، کرکتر اینا رو، شخصیتشون رو، درونیشون نمیشناختم، ظاهرشون دیده بودم. اینها هم در اوائل خب تبع انقلابی داشتن و حرکت میکنن. همه ویدیوها رو هم مقدار زیادشون دارم، ولی کم کم خطشون عوض کردن جنبشی ها و به فکر منافعشون افتادن از راه تلویزیون
و خیلی هم لطمه به خواننده و بعضی افرادم در زمانی که تلویزیون محلیشون بود توی جامعه لس آنجلس زدن، همه میدونن. اما هر چقدر که تلویزیون‌ها در لس آنجلس زیادتر شد و به نظر من، باز این نظر منه، زمانی که آقای حمید شبخیز از سان فرانسیسکو اومد لس آنجلس و تلویزیون ایران رو باز کرد، یک مقدار راه تلویزیون‌ها عوض شد. نه تلویزیون مثلا جام جم یا تلویزیون ایرانیا، تلویزیونایی که بعداً اومدن روی کیبل یا روی کانال 18، اینا خطشون رو عوض کردن، به راه دیگه رفتن غیر از مبارزه کردن با جمهوری اسلامی. یک عده‌ای از تلویزیون سوء استفاده مادی کردن به نفع خودشون و خیلی هاشون واقعا لطمه زدن و کم کم در جامعه ایرانی ها یک افرادی هم پیدا شدن بدونی که دسترسی به رسانه های همگانی داشته باشن یا بیان تو تلویزیون ها، اینا هم کارهای خلافکاری رو انجام بدن تو جامعه و حق خیلی ها رو میخوردن و خیلی ضربه های روحی به بعضی از افراد تو جامعه ما میزدن. یکی از کارهایی که انجام میشد، قبلا درباره صحبت کردم، که مردم رو ناراضی میکرد، کنسرت هایی بود که در لس آنجلس به وسیله آقای علیرضا امیرقاسمی و دار دستاش انجام میشد. ولی از روز اول یه تخمی رو این رسانه ها کاشتن به نام تخم سکوت در مقابل ناهنجاری های جامعه. سکوت میکردن و این روش کم کم تو تلویزیون‌های دیگه هم رخنه کرد و یک عده جری شدن، دیدن خب ها اینجا که ایران نیست مثلا پلیس بره یا یک نفر بفرستن طرف رو بزنه یا تنبیش کنه، رسانه‌های اینجا که سکوت میکنن و میگن به ما چیکار، و اینا واقعا جریتر شدن و هی شروع کردن، عده‌شون هم انگشت شماره ها، یک عده شروع کردن به راه‌های مختلف سر مردم کلاه گذاشتن و تلویزیون‌ها هم میدونستن، مخصوصا اون فرد رو خوب میشناختن ولی سکوت میکردن. و یکی از دلایلی که باور کنید، یکی از دلایلی که من خود انداختم تو دردسر که البته برای من مهم نیست و اومدم قدم گذاشتم جلو و تلویزیون چرازنین رو باز کردم، به خاطر این بود که میدیدم اولش هم کنسرت های علیرضا امیرقاسمی شروع شد، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، و میدیدم که بعضی افرادم چی کلاهبرداری توی جامعه میکنن ولی تلویزیون ها سکوت میکنن. با خودم میگفتم خب اینا آمدن توی کشور آزاد، از دروغ فساد و کلاهبرداری و مسائلی که جمهوری اسلامی داره به وجود میاره و در گذشته یک مقداری وجود داشت که او اشتباهات باعث شد که جمهوری اسلامی وجود بیان، از اون کشور ما مهاجرت کردیم آمدیم به یک کشور آزاد دیگه. آمریکا یک کشور سرزمین آزاد، آزادی بیان، آزادی مذهب، این اول قانون اساسیه. ولی من میدونم که اینها همش سرپوش میذارن، حالا به هر دلیلی. و چون من در صورت وظیفه تعهد رسانه همگانی رو میدونستم، در صورت نوتش یک مقدار خونده بودم، قدم جلو گذاشتم و چرازنین رو باز کردم و از روز اولم تا امروز که 22 سال میگذره هیچ وقت خطم عوض نکردم، راهم عوض نکردم، با وجودی که خیلی ضربه فیزیکی و مالی هم بهم خورده شده، ولی راهمو ادامه دادم. مبارزه کردن با جمهوری اسلامی از روز اول و مبارزه کردن با افرادی که لطمه میزنن به جامعه ما و باعث میشن که مردم ما بدبین میشن درباره خیلی مسائل. مثلا طبعا مموریال دی چندین ساله از طرف یک هم میهنمون در سندیگو یک فستیوال فرهنگی گذاشته میشه، یه درم دعوت میکنن. خب امسال باور کنید تا همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم اصلا با آقای ستار دلدار تماس نگرفتم، ولی در صورت
آشناهایی دارم، دوستایی دارم که رفته بودن، بهشون گفته بودم که اگر مسائل دیدید به من بگید ببینم اونجا چه اتفاقاتی افتاده. خب یکی از اتفاقاتی که میفته این بوده که خیلی عجیبه، توی یک فستیوال یا توی یک کنفرانس یا توی هر چی که میخواید اسمش بذارین، گرد همایی هم میهنان بیان وسایلی که آقای ستار دلدار برده اونجا که شاید بتونه یه فروشی بکنه که بتونه پول تلویزیونشو بده، پول آنتن رو بده، جبران خسارتش بشه، یک چشم هم زدن میان وسایلش میدوزن. بعدم آقای ستار دلدار مراجعه میکنه، چون اون شخصی که به من گفت آقا من خودم دیدم به قدری آقای ستار دلدار عصبیه، نه عصبی بودن از اینکه اینا رو بردن، ثروتش که نبردن، زندگیش نبردن، از این عصبی بود که چرا باید در یک محیط فرهنگی همچین اتفاقی بیفته. میان میبرن، توپاش میبرن، وسایلش میبرن، باید خدا رو شکر خودش نبردن. بعد ایشون مراجعه میکنه به مسئول اونجا که آقا شما که میدونی اینا کی بودن بگو. میگه نه اینا شرن. شر چی آقا؟ همین سکوت شما هست و سکوت رسانه ها هست که اینا جریتر میشن. من پدرم یه بار این داستان چند سال پیش تعریف کردم. پدر من تاجر بازار تو نوغان مشهد یه کاروانسرایی داشتیم، حجره بود و خب گاهی اوقات من میرفتم میومدم و تو این نوغان هم یه محل بیزنس بود، یه عده کاسبکار بودن، یه عده دیگه بودن مثل پدرم کاروانسرا داشتن. اون زمانی که یه خود نوجوانتر بودم تو این نوغون یک دو نفر بودن خودشون لات و گردن کلوف معرفی کرده بودن. گاه وقتایی هم یک دو استکان مشروب بخوردن که دهنشون بوی الکل بده که طرف بگه اینا مستن، مستیه و اینا ممکنه جری بشن. آقا صبح به صبح میامدن از این کسبه ها یا هر دو روز یک بار میبینن تلکه میکردن، 5 قرون از اون میگرفتن، یک تومن از اون میگرفتن. خب اگر این کسبه ها در مقابل آدم شرور بهشون اتحاد میشد و از جلوی یارو خوب در میومدن، دو خدمت کرده بودن. یکی که این میرفت دنبال، میدید دیگه نمیتونه پول مفتری، میرفت دنبال یک کسبی، یک کاری. یکی هم این که جامعه از این انگلا پاک میشد. هر کاسبکاری یه دلیل داشت، آقا ولش کن، حوصله داری 5 قرون بده بنداز جلو سگ بده بره. خب ما اگه بخوایم بگیم این شر رو ولش کن و اون حالا کارش نداشته باشه، خب هی روز به روز بیشتر میشه دیگه. در 6 می 1993 آره 93 بود فکر کنم یا 94 درست 6 می شاهزاده اومد توی هتل هیلتون بیولی هیلتون و منم رفتم اونجا. در حدود 350 تایم ایرانی تو سالن ایستاده بودن. من دوربین و سپایه و میکروفون و ریکوردر و اون موقع همه جدا بود از هم. یک مقدار وسایل گذاشتم اونجا و آقای اردوان مفید رو دیدم. گفتم آقای اردوان کدوم اتاق شاهزاده میخواد صحبت بکنه؟ من بدونم کجاست. رفت من نشون بده. باور کنید بین 2 دقیقه 3 دقیقه بیشتر طول نکشید. وقتی برگشتم وسایل من برده بودن جلوی چشم 350 ایرانی. هر چیم اعتراض کردم گفتم ما نمیدونیم. بردن که شاید من از کار بندازن، بردن که شاید من عقب بشینم یا افشاگری نکنم یا ترک کنم. ولی دوربین از دوستام قرض کردم. در حدود بین 15 تا 16 17 هزار دلار وسایل من، چون دوربین اون موقع خیلی گیر. من فقط اون میکروفون سر دوربینی که من خریده بودم 1800 دلار بود، خیلی قوی بود، همه رو بردن. ولی من دوربین قرض کردم از دوستای مختلفم و به راه خودم ادامه دادم.
فیزیکی بهم حمله کردن، به راه خودم ادامه دادم. باید افشاگیری کرد، باید دستی آدم‌های قالتاق کلاهبردار رو تو جامعه قطع کرد. اینا باعث شدن که جامعه به خیلی مسائل بدبین بشه و ما رسانه‌های همگانی از تلویزیون گرفته تا نشریاتمون کوتاهی کردیم درباره مسائل. هفته قبل یک آقای ایرانی هممیهن ارمنی من به نام ادوین، تلفنش هم دارم، زنگ زد به من، گفت آقای نادرجاد یک شخصی به نام محمود، اسمش فامیلش نمیگم، محمود، یک دامی برای من چیند، به قدری قشنگ این نقش بازی کرد و در حدود $30,000 پول منو گرفت و برد. گفتم آخه چطوری؟ گفت آقای نمیدونی من یک اشتباهی کردم. اشتباهی من این بود که من در ایران توی هتلی که اینا میگفتن صاحبشه، کاباری که میگفتن صاحبشه، من برای او کسی که متصدی بار بود و اونجا رو اجاره کرده پیانو میزدم و این شخص محمود رو میامد میدیدمش و میدونستم که اون کاباره هم مال برادرشه. محمود به حساب خودش اونجا بزن بهادر بود، اگه اتفاق میافتاد 4 تا نوچه داشت، حمله میکردن یارو رو میزدن. گفت آقا من روی اینترنت این دیدم که یکی از این تلویزیون نشسته و صحبت میکنه، خوشحال شدم، نمیدونستم که چی آدمی شده، تلفن بهش زدم. اشتباه من این بود که باهاش تماس گرفتم، دعوتش کردم به نهار، این کم کم رابطهش رو با من برقرار کرد. و من دختری دارم که تو جامعه ارمنیای ایلندر توی کنسرت‌ها میخونه، صدای قشنگ داره. این وقتی شنید که دختر منم خواننده، برداشت گفت که من بهت قول میدم، من تو کار انترتینمنتم، من خیلی از این خواننده ها رو من معروف کردم، من قول میدم کاری بکنم دخترت به قدری معروف بشه که تو همین گلندر مجسمه دخترت اطلاع بگیرن. گفتم خب پولی که دادی چک داری چی؟ گفت نه هر دفعه میومد نه، میگفت من $40 میلیون زمین دارم توی لاس وگاس و آقای خسرو شکیب مقصد اینم گفت و من برای آقای خسرو شکیب من پیغام فرستادم، گفت که بله آقای خسرو شکیب میخواد این زمین ها رو مفت از چنگ من در بیاره، در حدود $18 میلیون میخواد به من بده. چند میلیون دلار زمین توی شیکاگو دارم. من الان در یک موقعیت قرار گرفتم که زنم تمام زندگی من برده، حتی تصدیق منم برده. میگه یه روز بهش گفتم خب آقا شما میتونید تصدیق جدید بگیرید. گفت من چون بدهکار هستم و دستم تنگه، جریمه دارم، نمیتونم بگیرم. هی از من پول گرفت. منم گفتم خب این بابا میگفت اینقدر این زبون چربه نمی داشت. میگفت آقای نادرجان من از خودم خجالت میکشم، پر دخترم اصلا سرشکسته شدم. میگفت آخرین پولی که از من گرفت یه روز من گفت چقدر پول همراهته؟ الان دست من تنگه. گفتم $401 تو جیبمه. $400 از من گرفت، دیگه رفت قیبت. به این شخص، این محمود، فکر نکنه که محمود افغانه ها، اون محمود افغان تکلیفش معلوم بود، آدم رو میکشه. این خانه خراب میکنه خانواده ها رو. برای اینه که اگر شخصی به نام محمود خیلی هم شیک میپوشه، خیلی هم قشنگ لباس میپوشه، از پول مردم ماشین آخرین سیستم هم زیر پاشه، اگر بهتون برخورد کرد که من اینم و من اونم، باور نکنید. و این آقای ادوین میگفت یکی از کاری که ای کرده برداشته کریدیت کارت منو دزدیده، با این کریدیت کارت پول تلفنش 2 ماه عقب افتاده داده، پول ماشینش، قسط ماشینش داده، یک روزم رفته سوشی خورده با یک نفر $150. البته همین ها رو گزارش داده به پلیس گلندر. و این شخص قبلا هم درباره صحبت کردم، اولین بار نیست که این کار کرده. یک نادری در حدود $20,000 سر اون کلاه گذاشت توی اورنج کانتی که آمد پلو من
باور کنید گریه زاری میکرد. یک بیژن دیگه توی ولی، اونم خانوادهشو چندین هزار دلار پیاده کرده که من برد خونش دیدم خواهرش و مادرش سرطان داشتن و همین چند روز پیش که تماس گرفت درباره این ادوین با من صحبت کرد، من که نمیدونستم، گفت همچین شخصی بعد او زنگ زد، گفت آقا نجات من 3 سال دیپرشن گرفتم و اتفاقا یک روزم من با آقای ستار دلدار که رفته بودیم به مسابقات و کشی، آمدیم توی هوا گرم بود، اومدیم توی وسور، گفتیم بریم یه بستنی بخوریم، نشسته بودیم بیژن اونجا دیدیم و برای آقای ستار دلدار تعریف کرد قضیه رو و برین روی اینترنت اسم این طرف رو بزنید ببینید این چه خلافکاریایی کرده و چند بار زندان بوده. خب اگر تلویزیون رسانه یک جامعه این مسائل مطرح نکنه، اونم در کشور آزاد، خب مسلما افرادی مثل این تو جامعه ما هر روز بیشتر خواهد شد و تمام رسانه های لس آنجلس از مجله جوانانش گرفته تا روزنامه های او شهر تا تلویزیون ها همه این شخص میشناسن و میدونن که این چه خلافکاری هست، ولی سکوت میکنن. سکوتشون به خاطر ترس، سکوتشون به خاطر که میخوان خودشون دو دردسر نرزن، سکوت بعضیاشون شادم با طرف یک زد و بندایی دارن. بعد ما ادعا میکنیم دم میذاریم که میخوام با جمهوری اسلامی داریم مبارزه میکنیم. ما با یک شخصی، با 2 شخصی، با 3 تا شخصی که تو جامعه ما این کارا رو میکنن نمیتونیم در مقابلش واسیم، ترس داریم یا نمیخوایم. میگن به قول خودشون میگفتن سری که درد نمیکنه دستمال نبند. بعد ما میخوام با پاسدار بسیجی مبارزه کنیم. اینا همش پس بلوفه، دروغه. برای چی؟ برای که میدونم بسیجی و سپاه فعلا تو ایرانه، اینا هم در کنار اقیانوس آرام توی اتاق در بسته شیشی نشستن و میدونن هیچ تلنگری از طرف جمهوری اسلامی به اینا نمیخوره. حتی جمهوری اسلامی به بعضیاشون هم هندوانه زیر بغل میده، توی هندوانه هم 2-3 تا چکه. نه آقای مدیر تلویزیون که نشستی جلو دوربین شعار میدی و هر روزم به رخ مردم میکشی که تلویزیون من بهتر از تلویزیون دیگه‌ایه و هر روزم یه چیزی میخوای بفروشی، مردم رو احساساتی میکنی روی مسائل میهنی. یکی از وظایفی که داری که نمیدونی چون از بیراهه آمدی تو این کار اینه که اگر فردی مثل محمود یا مثل کسی دیگه به جامعه لطمه میزنن، وظیفته که تو تلویزیون مطرح کنی، چون در یک مملکت آزادی رو زندگی میکنی. میگن یه مثلی داریم، میگن که وقتی که آش شور میشه، غذا شور میشه، صدای آشپز هم در میاد. حالا حکایت ایران ماست. یه خانمی هست به نام، این خانم زمانی که جوان بود، من الان عجیب اسم ایشون فراموش کردم، این رئیس به حساب وزیر محیط زیست ایرانه. این اول انقلاب هم دختر خیلی جوانی بود. موقعی که گروگان گرفته بودن، این سخنگوی به حساب اون گروه گروگان ها بود، چون زبان انگلیسیش خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. الان هم در دوران خاتمی هم مثل که یک کاری شد، ولی در زمان حال روحانی شده وزیر محیط زیست. صدای ایشون هم در اومده. حالا شاید بعد تا آخر برنامه اسم ایشون به خاطر بیارم. صدای ایشون هم در اومده از محیط زیست. واقعا